مایلز تیلز پراو، قهرمان بچه مثبت دست دوم و همدم سونیک که همیشه و هر لحظه کنار سونیک بود. اما یهویی چی شد؟ ما اینجا هستیم تا این پروژه مخفی رو با شما بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم. تیلز خلبان، تیلزی که به سونیک کمک میکنه، تیلز تعمیرکار. چه بلایی سر اون اومده؟ ممنونم از اسپانسر عزیز. این اتفاق فقط برای من نیفتاده، برای ماریو، پکمن که راش ناخودی افتاده، ولی از همه اونا برای من ترسناک‌تر بود. رابطه من با سگا و دوستام خیلی خوب بود تا اینکه نامه سگا به من رسید و من گیم اوور شدم. سونیک، این تیزه همکارت به دوست صمیمی جدیدت. واقعا داری با من شوخی میکنی؟ این تیز حتی فرق بین مرد و زن اصلا نمیتونه تشخیص بده. سونیک و تیز دوست صمیمی. این تیلزه؟ سونیک نگران هیچ چیزی نباش، این همون تیز پراور قدیمیه و نیاز به هیچ تغییری نیست. اون فقط همکار توه و دوست صمیمی تو. اون یه دیوونه بود. همه سونیک و تیلز رو میشناسن، تیلز و سونیک قدرتمند. اما یه چیزایی درباره اون روباه برامون مشکوک بود، چون اون همه دوستامونو کش. ناکلز و سونیک دوتا رفیق بودن که همیشه جلوی ایگمن و کارش میستادن. اونا دوستای صمیمی هم بودن، هرچند اسکلم بودن. اما بعد اون اتفاق افتاد. ما جسدش رو تختش پیدا کرد. اون مرده بود بر اثر بمبگذاری که داخل گوشیش انجام شده بود. من به اون روبا شک داشتم. سونیک و شاید دوتا داداشون هم خیلی گاو بودن، اما ناگهان شادو مرد. اونم بر اساس کنترل نکردن قدرت کیاس. سونیک از این وضع واقعا خسته شده بود. ما تقریبا میتونستیم همه چی رو حدس بزنیم و اون اینو میدونه. برای همین من خودم رو تومه کردم. اون اینجا. چرا؟ دیوونه نکن بابا. مانا که شده بودی رفیق صمیمی، شده بودم اسکل قدیمی، باشد شده بودی داداشی، رو قلب من نشاشی. حالا اومده میگه چرا؟ چون من دوست صمیمیتم. تیلز لطفاً این کارو نکن. تو به کمک نیاز داری. تو نه تنها همکار من نیستی، بلکه دوست منم نیستی. هیچ کدوم. تو یه عوضی معتاد روانی هستی. حالا که اینجوری شد دیگه برام هیچ چیزی اهمیت نداره. هم تو مادرتو میکن. بعد از اون اتفاق ترسناک دیگه هیچ وقت هم دیگه رو ندیدیم، ولی اون از روی آتش انتقامش بقیه رفیقام هم کشت. هر وقت که اون اتفاق یادم میاد یاد دوران قدیم میافتم، همون دورانی که اون تیز بود، همون رفیق صمیمی که همیشه کنارم بود ولی تبدیل به یه هیولا شد. تو خیلی کندی. قایم نشو کوچولو. تو خیلی کندی. نترس، من اینجام تو رو بکشم. نه 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 من سونیک نیستم.